بله سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری خسته نباشین. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من حمید هستم از تهران زنگ میزنم آقای انصاری. حمید آقا بفرمایید برادر عزیز. خسته نباشید آقای انصاری. من طبق معمول زنگ زدم فقط از شما تشکر کنم نسبت به این برنامه خوبه. سلامت باشید حمید جان. الله متعال حفظتون کنه. من این موقع گفتم اون دفعه زنگ زده بودم گفتم من به اون مرادی که تو دلم بود به کمک شما رسیدم، یعنی دیگه خونه پیدام نمیشه. ان شاءالله که منظورمو فهمیده باشین. ان شاءالله ان شاءالله. سلامت باشید. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه برادر عزیز. سلامت باشید. و خدا من همین الان رسیدم گفتم حتما خدا کنه بگیره، هم تشکر کنم، هم صداشون خیلی وقت نشنیدم. یه چیزی هم بگم. من اون بچه‌ها گفتم بریم یه جای بگردیم ما انصاری، ما رفتیم واسه گردش، بعد اینا گفتم بریم جمع کردن یه زیارت بکنیم. گفتم باشه اشکال نداره بریم رفتیم. گفت تمام نمیدونم چی بکنیم تا نماز امام زمان فلان اینا. گفتم باشه من نمیرم، تشنم یکم آب میخوره میرم اونجا میشینم، هر موقع زیارتتون تمام شد بیایم بریم. بعد یکی از بچه‌ها به من برگشت گفت بیا بریم اونجا مثل اینکه چاه هست، میگن نامه میندازن، بیا بریم ما چند تا نامه بندازیم ببینیم این فرضی میشه فلان. گفتم بریم ولی ما نامه نمیندازن، بریم یه سری بزنیم. بعد رفتیم اونجا دیدیم بله همه دارن یه طرف یه دیوارش بر خانوما میندازن، اونور آقایون نامه مینویسن میندازن. یه چند تا اهوازی بود عرب بود لباسشون شبیه نمیدونم بالاخره چی بود نفهمیدم والا. رفتیم اونجا بعد کنجکاو شدم به قدام اونجا گفتم داستان این چاه چیه؟ گفتم فقط راستشو بگی، تو خدا راستشو بگی. بعدش تو با این نامه ها رو میندازن اینجا، بعدا خب اینا خودشون دست میذارن اونور آتیش میزنن. گفتم بس میگن آخه امام زمان داره میخونه. خب نه بابا همچین چیزی نیست. عجب. میبرن اینجا چاه پر میشه. بعد من هر کاری کردم ته چاه نتونستم پیدا کنم ببینم کجا آب توش چیه خالی. گفت نه بابا بعدم پر میبرن میان آتیشش میزنه نمیدونم میندازن اون کسی نامه رو نمیخونه. بعدش رفتم باور کنید تعجب کردم رفتم اونجا یه آخوند نشسته بود پشت تابلوش هم زده بود جواب سوال شرعی خودتون از ما بپرسید. رفتم اونجا طبق اون چیزی که شما به من گفته بود یاد گرفته بودم گفتم برم پیش این آخوند یه چند سوال بپرسم. یکم حرف زدم اینا در مورد امام زمان. گفت چند هزار سال پیش اومده اینجا نماز خونده، امام زمان گفته اینجا رو مسجد واسه دادین نمیدونم چیکار کنه. گفتم چی گفته؟ هیچ برای کرد تکودو که نتونست پیدا کنه حتی پیچون. بعد گفتم یکم مثلا تعریف کنه اینا. گفت نه اصلا امام زمان وجود داره، اون نامه‌ای که میدادن اونجا امام زمان میاد میخونه یکی انجام میده فلان میکنه. یکم باهاش حرف زدم. انصاری باور کن میکنه هیچی نمیفهمی. الله المستعان. الله المستعان. باور کن یعنی چند تا سوال پرسیدم از کتابای خودمونا. گفتم ما کتابای اینا اصول کافی پلاویزه هر چی گفتم عربی چند تا چیزو بخونید. باور کنید نتونست، یعنی عربی رو بلد نبود. الله المستعان. الله المستعان. من تعجب کردم گفتم بابا بالاخره این یه چیزی امروز اتفاقی گفتم تعریف کنیم حالا ببینیم. من اصلا واقعا گیج شدم. یه دفعه درستابی پیدا نشد به من جواب بده. اون گفت نامه‌ها رو آتیش میزنن، چاه خودشون کندن میگن. بعد یکی هم میگه نه امام زمان اومد گفت اینجا یک چاه بکنید هر چی نامه دارید بندازید تو، من همه‌شو میخونم یکی یکی به مرادتون میرسید. الله المستعان. بعدش هم اون یکی میگه نه بابا شب برمی‌داره نامه‌ها رو میبره میندازن اونور آتیش میزنن. اصلا نامه‌ای وجود نداره. یه دونه کاغذ میگیرن، یه دونه کاغذ نمیدونم 1000 تومان 500 تومان فقط به خاطر پول. اونورم جمعیت جمع شده بود اونجا. گفتم بابا اینا همش به خاطر پوله. بابا من از خدا بخوام خدا هر چی بخوام به یاد نیست. این همه راهو اونم چی کبیره گرمه اصلا چی بگم برم اونجا چیکار کنم به خاطر یه نامه بندازم اون تو شبش هم برن نامه رو آتیش بزنم که چی بشه. الله المستعان. الله المستعان. یعنی باور کن اون روز اتفاقاتی افتاد در خنده مرده بودم فقط. تشکر میکنم حمید جان. الله متعال حفظتون کنه. سلامت باشید. من انصاری باز من از شما خیلی تشکر میکنم. من شما رو جای برادر بزرگم میدونم. ان شاءالله خدا سعادت دنیا و آخرت رو بهتون بده. از همه دستن در کاران، از همه آدمایی که یعنی کمک کردن این برنامه یعنی به کرسی بشینه واقعا من پاشونو میبوسم. زنده باشید. سلام بزرگوارید شما. دستتون در نکنه. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر از تماستون. خدا نگهدارتون. سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. دوستان این نشون بدن این سفر رو. این همین جایی است که
آقا حمید بزرگوار رفته بودن. این جالب است، ببینید اینجا نوشته زائران گرامی لطفاً نامه‌های خود را قبل از انداختن به چاه به عربی بنویسید، چون روایت است امام زمان به زبان فارسی مسلط نیستن. حالا من نمیدونم چقدر صحت داره این مطلبی که اینجا زدن، منتها چرا حالا گفتم به فارسی ننویسید، به عربی بنویسید؟ این آخوندا خیلی زیرکن، چون اگر میگفت به فارسی بنویسید، خب ملت همه فارسی بلدن، نیاز نبود که اونجا عریضه نویس پیدا بشه و یعنی جیبشون رو پر بکنن از این طریق، چون ملت عربی بلد نیستن. حالا اون طرفی هم که اونجا عریضه نویس هست، خدا میدونه عربی بلده بلد نیست، چی مینویسه اصلا، شما رو فوش میده، خودش رو فوش میده، یه چیزی براتون مینویسه، شما که بلد نیستید عربی بخونید میبرید میندازید داخل شاه، به قول حمید آقا که ور میدارن اون رو شب آتیش میزنن یا هر کاری که باش انجام میدن. یعنی ببینید چطور با زیرکی تمام بلدن که جیب مردم رو خالی بکنن. به فارسی ننویسید، به عربی بنویسید. چرا به عربی بنویسید؟ چون که اونجا عریضه نویس هایی هستن که باید به اونا پول بدید در مقابل هر عریضه‌ای که برای شما می نویسند. الله المستعان.